عید قربان روز کشتن نیست، بلکه روز زندگی بخشیدن هست. اگر زندگی بخشیدی و جان دادی، مبارک خواهی شد. و زنده کردن زنده میشوی، نه به ستاندن زندگی. شقاوت و شرارت را قربانی باید کرد تا شرافت و شفقت زاده شود. و آنچه به آسمان ها می رود جان است، نه تن. و آنچه مقبول درگاه حق است عشق است، نه پوست و خون و سخن. همه میهنان گرامی، درود بر شما. این جانب علی سینا ادیب، یکی از اساتید زبان انگلیسی در مرکز آموزشی ایجولایت، با افتخار و از طرف تیم پرتلاش این مجموعه فرارسیدن عید سعید قربان را خدمت یکایک شما سروران گرامی، همکاران ارجمندم و شاگردان نازنین تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. باشد که این عید آغاز بخشندگی، مهرورزی و بازگشت به سوی فطرت پاک انسانی باشد. از صمیم قلب عیدی مملو از آرامش، شادکامی و برکت را برایتان خواهانیم. از رخصتی هایتان لذت ببرید و جان تازه بگیرید.